بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. در درس 12 ما و شما ایمان و احسان رو میخوانیم. ما و شما 3 مرتبه در دین گفتیم 3 مرتبه داره. یکی اسلام بود، مرتبه دومش ایمان و مرتبه سومش احسان. مرتبه دوم یه عالم میگه بسم الله الرحمن الرحیم المرتبه الثانیه الایمان. مرتبه دوم چی هست؟ ایمان است. ایمان و هو بدع و 70 شعبه. میگه ایمان که هست 70 و چند شعبه داره. یعنی ایمان 70 و چند شعبه داره که باید انسان مؤمن به تمام این شعبات ایمان، به این شاخه های ایمان، به کلش ایمان داشته باشه. مثل که مثلا شما وقتی که آمدین در مکتب یا در مدرسه درس شروع میکنین، دیگه برای شما میگه که شما در اینجا که میخوانین باید 70 و چند مضمون یا شما کلش باید کامیاب شوین. مثلا در هر سال مثلا 5 مضمون 6 مضمون 7 مضمون خوانده میشه تا ای که مثلا تو روزی که میخوای شهادتنامه به دست حاصل بکنی کامیاب شوی، باید دمی مضامینی که بر تو تعیین شده در کل از مضامین باید تو 100 نمره داشته باشی، 90 داشته باشی که اگر 100 داشتی تو بسیار 100% خوب اول نمره هستی. 80 70 اگر از 50 پایین شده که باز تو در این مضمون ناکام هستی. اینال اسلام هم همین قسم هست. ایمان که است، ایمان هم همین قسم 70 و چند شعبه داره که انسان مسلمان در روز قیامت باید در دفتر اعمالش در کل لذی مثلا در روزه چند نمره داری، در زکات چند نمره داری، در حج چند نمره داری، در جهاد چند نمره داری، در دعوت چند نمره داری، در ذکر چند نمره داری. اینا باید در کلش نمره داشته باشی. بعضی کسات فکر میکنه که والا اگر من ذکر کردم خلاص دیگه من خوب دیندار هستم. یکی دیگه میگه اگر من تبلیغ کردم بسیار خوب دیندار هستم. ایمان 70 و چند شعبه داره. از این خاطر اینجا میگه که و این دلایلش اینا باز براتون ثابت میکنه که ایمان 70 و چند شعبه داره و این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و هو بدع و 70 شعبه. میگه ایمان 70 و چند شعبه داره. فاعلاها بلندترین مضمون یا شعبه یا شاخه ایمان چی هست؟ قول لا اله الا الله هست. گفتن لا اله الا الله هست که بگویی که لا اله یعنی عقیده داشته باشی که نیست معبود مستحق عبادت الا الله و غیر از الله. و ادناها و پایینترین شاخه های ایمان چی هست؟ اماطة الاذى عن الطریق. دور کردن یک چیز مضر از راه هست. پاکی محیط زیست که ما شما میگیم. والحیاء شعبة من الایمان. خود حیا کس میگه که انسان شرم داشته باشه، خجالت بکشه از اعمال زشت. این هم شعبه از شعبات ایمان هست. شما اگر ببینید مثلا کافره ببینید، شما برین در یک تشنابی که در کشورهای کافرها هست، در اونجا ببینید در یک تشناب 5-6 نفر استاد هستن، هیچ حیا نمیکنن، اما یک مسلمان خجالت میکشه، میشرمه که عورت زور کسی ببینه. اگر میره در یک جای پود گوشه دروازه رو بسته میکنه، تشناب میباشه کس نباشه. بعد از اون مثلا اینا رو بسیاری وقتا کسایی که برهنه میسازن خدا و مثلا اعضای بدن خدا مثلا برهنه میکنن، این بی حیایی چی هست؟ این از چی هست؟ از بی ایمانی هست. و انسانی که ایمان داشته باشه حیا می داشته باشه. این یکی از شعبات ایمان هست. خب ارکان ایمان چند تا هست؟ میگه که و ارکانه 6 ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و بالقدر خیره و شره. یعنی ارکان ایمان که هست میگه این 6 تا هست. کدام یکی است؟ به الله سبحانه و تعالی ایمان داشته باشی، به ملائکه ایمان داشته باشی، به کتاب‌های آسمانی ایمان داشته باشی، به پیغمبران الله ایمان داشته باشی، به آخرت ایمان داشته باشی و ایمان داشته باشی به این که اندازه خیر و شر از جانب الله سبحانه و تعالی است. خب میگه چی دلیل داریم در این راستا؟ میگه و دلیل و علی هذه الارکان السته. دلیلی این ارکان 6 خانه این آیت قرآن است. الله متعال میگه لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. این نیکی نیست که شما جنجال میکنید که روی خود طرف مشرق یا مغرب بکنم.
ولکن البر، اصل نیکی را باید بفهمین که اصل نیکی از کجا شروع میشه. من آمن بالله و الیوم الاخر، ایمان به الله داشته باشه، به روز آخرت داشته باشه، و ایمان به ملائکه داشته باشه، و ایمان به کتاب ها داشته باشه، و ایمان به پیغمبرها داشته باشه. خب اینجا میگی خب 5 تا شد، شما گفتین 6 تا هست. اینجا خب من تو ایمان به الله شد، روز قیامت شد، ملائکه، کتاب و نبیین. میگه بله، در آیت 177 سوره بقره این 5 تا رکن گفته شده و این ارکان که هست متوجه هستین. و دلیل قدر که ما و شما گفتیم تقدیر خیره و شری من الله تعالی، میگه بله این هم تقدیرش، این هم دلیلش این آیت قرآن از سوره قمر آیت 49 که انا کل شیء خلقناه بقدر، یقینا که ما هر چیز خلق کردیم با چی؟ با تقدیر، یعنی این با اندازه، از روی حساب اندازه این ما هر چیز خلق کردیم. پس این شد دلیل ارکان ایمان. خب ایناله و مرتبه سوم که احسان هست. مرتبه سوم احسان است. المرتبه الثالثه الاحسان، میگه الاحسان رکن واحد، میگه احسان که یک رکن داره. او احسان چی هست؟ احسان که انسان داشته باشه. خب ایمان داشت، 70 چند شعبه فهمیدی، اسلام هم فهمیدی و ارکانش فهمیدی. حالا میگه احسان یک رکن داره، یک رکن داره. اسلام 5 رکن داشت و ایمان 6 رکن داشت و احسان 1 رکن داره. او رکنش چی است؟ میگه ان تعبد الله کانک تراه، میگه تو الله را عبادت کنی مثل که الله سبحانه و تعالی را با چشمت میبینی. تو ایمان قوی داشته باشی که من اینه میاله الله را وقتی که رکوع میکنم، سجده میکنم، نماز میخوانم، مثل که الله را میبینم. فإن لم تكن تراه، پس اگر تو الله را دیده نمیتونی، باید احسان ای هست که تو عبادت بکنی مثل که الله را میبینی. اما قسم باید بسیار در مقابل الله با چی باشی؟ با خشوع باشی، با تواضع باشی، با عاجزی باشی. تو در نمازت خشوع و خضوع و عاجزی و ذلت داشته باشی مثل که الله را به چشمت میبینی. این قسم الله را عبادت بکنی. و اگر تو الله را دیده نمیتونی، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، پس اگر تو میگی که من الله را دیده نمیتونم، پس الله خود را میبینه. این احسان است که در ذهن توی باشه که الله مرا میبینه. بنابراین وقتی که تو استاد میشی در عبادتت، هر عبادت را که انجام میدی، باید ببینی که الله متعال تو را میبینه. امیل ما تو که درس میخوانیم، این هم یک عبادت است. در امی عبادت الله متعال ما و شما را در عبادت علم که به امر الله این علم یاد میگیریم که گفته فعلم انه لا اله الا الله. خب پس وقتی که الله متعال برای ما گفته، حالا باید ما هر کلمه‌ای را که میگیم متوجه باشیم که او کلمه ما به عظمت الله، چرا الله متعال ما را میبینه و هر کلمه ما را میشنوه و در هر کدام از ما را محاسبه میکنه. پس باید این قسم ایره چی میگه؟ ایره احسان میگه. خب میگه دلیل از این احسان چی هست؟ میگه دلیلش این است که ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. میگه الله به امرای متقیان است. وقتی که تو تقوا میکنی، امرای تو الله هست. و وقتی که احسان میکنی و به امرای احسان کارا کی است؟ الله هست. و دیگه آیت قرآن است میگه و توکل علی العزیز الرحیم الذی یراک. این سکو او ذاتی که تو را میبینه حین تقوم، وقتی که تو میخیزی، وقتی که تو نصف شب ثلث شب میخیزی که تهجد بگویی، الله سبحانه و تعالی تو را میبینه. و تقلبک فی ساجدین، وقتی که در جمله کسای دیگه در جماعت استاد هستی و در جماعت به سجده میری، حرکت میکنی، این هم الله سبحانه و تعالی میبینه. دیدید این دلیل احسان شد. این دیگه آیت قرآن هست. میگه دلیل دیگه هم از احسان میخوای؟ بله، دلیل دیگه از احسان میگه این آیت قرآن است. و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شهودا. این میگه دلیل چی است؟ انا كنا علیکم شهودا، ما بالای شما چی هستیم؟ شاهد هستیم، یعنی حاضر هستیم. الله سبحانه و تعالی با علم خود بالای شما چی است؟ و ما تکون فی شأن، میگه در هیچ حالت نمی باشید، در هر حالتی. و ما تتلو من قرآن، و یا در وقتی که از قرآن چیز را تلاوت میکنید، در وقت تلاوت قرآن، ولا تعملون من عمل، یا یک عملی را که انجام نمیدین، الا مگر کنا، الله میگه ما با قدرت و عظمت خود اموج چی هستیم؟
علیکم شهودا، بالای شما شاهد هستیم. الله با علم خود کل چی ما و شما را با سمع خود، با بصر خود، با علم خود چی میکنه؟ این ما و شما را الله رقیب است، مراقبت میکنه و الله مثلا ما و شما را میبینه. این دلیل شد از چی؟ از احسان. و دلیل من السنه، میگه امیره که ما و شما گفتیم از ایمان و اسلام و احسان، یک دلیل میگه از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنم. میگه این حدیث جبریل هست، جبریل علیه السلام میگه حدیثش مشهور و مشهور است. این حدیث کی روایت کرده؟ عمر بن الخطاب رضی الله عنه، عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی الله علیه و سلم، میگه یک وقت ما نشسته بودیم، عمر رضی الله عنه میگه در یک جای ما نشسته بودیم پیش نبی کریم صلی الله علیه و سلم، اذ طلع علینا رجل، میگه یک شخص آمد داخل شده مجلس ما، شدید و بیاض الثياب، لباسای بسیار خوب سخت سفید بود. یکی مثلا انسان لباس سفید وقتی میپوشه دیگه اگر نو پوشیده باشه مثلا نو، این دیگه میگه خوب مثلا سفیدی لباسش خوب مثلا تیز بود. و شدید و سواد الشعر، و میگه موهایش هم که بود خوب اما سیاهیش تیز بود. چرا اینو میگه لا یرا علیه اثر السفر ولا یعرفه منا احد. میگه این شخص چی هسته؟ میگه در چهرهش آثار سفر دیده نمیشد. کالا مثلا اینجا خب میاد مجلس ما، حتما یک کس مسافر است، کالای سفید داشت، کالایش چرک شده. در وقتی که مسافر میخوستند او وقت که سر شتر و سر اسب و یا پیاده میامدن، خب انسان عرق میکرد و منطقه گرم است. بناهن میگه این شخصی که آمد نه آثار سفر در ریشش دیده میشه که ریشش خاک پر باشه، خوب ریشش هم تو خوب پاک صفات تیز مثل که نباشته باشه هم تو پاک، و کالایش هم تو سفید هست. لا یرا علیه سفر، آثار سفر هم دیده نمیشه. ولا یعرف منا احد، هیچ کس از ما میره نمیشناسه کی هست. یعنی تعجب انسان میشه که خب اگر مسافر می بود خب باید کالایش و ریشش قسم نمی بود، یک سر آثار سفر ده بود چریش دیده میشد. اگر از این منطقه هست خب باید ما مشناخته میشه. پس کی هستن؟ فجلس الی النبی صلی الله علیه و سلم، چون صحابه ببینید اینا بسیار ادب داشتن. ادبشان چی بود که وقتی در مجلس تعجب هم میکردن مداخله نمیکردن که حالا یک کس بخیزه مثلا پرسان شدن او میدر تو کی هستی؟ ما خود را نمیشناسیم، چطور کالای تمام تو پاک است؟ از کجا آمدی تو پاک صفا ستره؟ این حال صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اینا بسیار در مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم ادب داشتن، منتظر میبودن که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه. خوب که باز رسول الله صلی الله علیه و سلم مجلسش خلاص میشد، باز او وقت اگر سوال میداشتن او وقت سوال میکردن. میگه فجلس الی النبی صلی الله علیه و سلم، کلا که خاموش است، میگه شخص آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم شد، فاسند رکبتیه الی رکبتیه، میگه اسناد یعنی چسبان امی زانوهای خود به زانوهای، یعنی رکبتین امی چی رو میگن؟ زانو رو میگن. یکی مثلا پیش روی یک کسی چهار زانو میشینه، زانوی به زانوی هزومی چسبه، این قدر میگه به رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیک شد. و وضع کفیه علی فخذیه، میگه امی دستای خود هم امی شخص یا فخذیه، میگه بالای رانهای خود یا بالای رانهای رسول الله صلی الله علیه و سلم، زانوی خود یا زانوی رسول الله صلی الله علیه و سلم. و قال، میگه این شخص گفت یا محمد، ای محمد صلی الله علیه و سلم، اخبرنی عن الاسلام، برای من خبر بده از اسلام، که اسلام چی هست؟ اینا رو میگه سیکن، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم برش، فقال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اینی ارکان اسلام است: ان تشهد ان لا اله الا الله، یکی شهادت بدی که معبود به حق نیست که مستحق عبادت باشه بغیر از الله، و ان محمد رسول الله، و شهادت بدی که محمد رسول الله هست، و تقیم الصلاه، نماز ادا بکنی، و تؤتی زکات، و زکات بدی، و تصوم رمضان، روزی ماه مبارک رمضان بگیری، و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا، و حج بیت الله را بکنی اگر توانایی داشتی، امکانات مادی داشتی. قال، میگه امی شخصی که اومده بود و شیشته بود، میگه گفت صدقت، راست گفتی. فعجبنا له، عمر رضی الله عنه میگه ما تعجب کردیم، عجب است.
یسأله و یصدقه، خودش سوال میکنه باز خودش تصدیق میکنه. یعنی تعجب ما است که اگر نمیفهمیدی، اگر میفهمیدی چرا سوال کردی؟ اگر نمیفهمیدی باز از کجاست که تو تصدیق میکنی که راست گفتی؟ معلوم میشه که میفهمی. لکن با وجود از این هم این صحابه ادب داشتن، در تعجب خود هم هیچ تو احساسات خود بیان نکردن، آرام بودن. قال میگه باز این شخص گفت که اخبرنی عن الاسلام عن الایمان. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که خب حال بر من خبر بدی درباره ایمان. میگه قال میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت ان تؤمن بالله، یکی ایمان بیاوری به الله، ارکان ایمان برش بیان میکنه. ان تؤمن بالله و ملائکته، به ملائکش و کتبه و کتاباش و رسوله و پیامبراش و روز و یوم الاخر و روز آخرت و بالقدر خیره و شره، و ایمان داشته باشی به تقدیری ای که خیر و شر از جانب الله سبحانه و تعالی است. این هم بیان شد. خب قال میگه این شخص گفت که عالی سوال دیگه میکنه، میگه اخبرنی عن الاحسان، مرا خبر بده از احسان که احسان چی هست. قال میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت ان تعبد الله کانک تراه، الله را تو عبادت کنی مثل که الله را به چشمایت میبینی. فان لم تکن تراه، اگر تو الله را دیده نمیتونی، فانه یراک، یقینا که الله تو را میبینه. این قسم باید الله را عبادت بکنی که تو به چشمت میبینی. وقتی که انسان الله سبحانه و تعالی به چشم خود میبینه چقدر از الله حیا میکنه و چقدر در مقابل الله عاجزی و بیچارگی و اگر تو دیده نمیتونه الله تو رو میبینه، باید می حالتی که عبادت میکنی بسیار باید با خشوع باشی، با تواضع باشی، عظمت الله در قلبت باشه، بزرگی و جلال الله در قلبت باشه. این قسم باید الله را عبادت بکنی. قال میگه این شخص گفت اخبرنی عن الساعه، در مورد قیامت بر من خبر بده. قال میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم برش گفت که من مسئول عنها باعلم من السائل. میگه در مسئله قیامت از ما کده که تو از من مسئول، یعنی از من سوال کرده شده، از ما کده سائل یعنی کسی که سوال کرده، او از ما کده این مسئله بیشتر میفهمه، یعنی تو از ما کده بیشتر میفهمی. قال میگه همین شخص گفت که اخبرنی عن اماراتها، اگر تو درباره قیامت معلومات نداری از علامات قیامت بگو. قال میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که از علامات قیامت ان تلد الامه ربتها، میگه ای که یک کنیزک یا یک کنیز ولادت بکنه بادار خودم. یعنی چی معنی؟ یعنی در آخر زمان جهاد زیاد میشه و جنگ ها با دشمنای الله زیاد میشه. در این وقت میگه زیاد مسلمان ها کنیز ها میگیرن. یک کنیز از روس می داشته باشی، یک کنیز امریکایی می داشته باشی، یک کنیز از یهود می داشته باشی. سبحان الله، یک مسلمان میگه پس وقتی که اولادای ازی میشه دیگه این اولادای ازی مادر امی فرزند تو میشه. یا یکی است که از علامات قیامت بعض علما میگه این هست که اولادها به اندازه متکبر می باشن که مادر خود مثل کنیز خود فکر میکنن به این شکل در مقابلشان، یا پدر خود مثل غلام خود فکر میکنن. بسیار به امرش با بی‌تفاوتی سخن میکنن، با بی‌تفاوتی برخورد میکنن. دیگه میگه که دیگه این یکی از علامات قیامت است. دوم علامت از علامات قیامت چیست؟ و ان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان. میگه بعد از این علامت قیامتی است که تو ببینی کسانی که حفات هستن، پایلوچ هستن، عرات جانلوچ بودن، یعنی کسایی که بود برای پوشیدن نداشتن، مثلا برای پوشیدن لباس نداشتن، گوسفند چرانا بودن، یتطاولون فی البنیان، که یارا با سعی کنید در بلند منزل ها. امی مردمای خلیج دوبه که شما سعی کنید، اکثر از اینا کوچیایی بودن که بیچاره حتی از رابری گپا چپلی بر خود جور میکردن و مثلا لباس نداشتن، یک لنگک و چیزا را میپوشیدن. حالا که سعی کنید که در بلند منزل های بلند قصر ها زندگی میکنن. برج خلیفه چی میگه و هتل فلانی چی میگه چی میگه. اینه میگه این از علامات قیامت هست. قال فماذا، میگه همین شخص میگه رفت. عمر رضی الله عنه میگه فماذا، میگه این شخص رفت. فلبسنا ملیا، میگه ما چند لحظه صبر کردیم. ببین ادب صحابه را. حالا هم نامدن نکت از اون شخص غرض گرفتن،
تعجب کردن از شعریش، تعجب کردن از لباس، تعجب کردن از اینکه از منطقه نیست، تعجب کردن از سوالایش، تعجب کردن با بسیار ادب شیشه بدن. آری شخص کل سوالای خود خلاص کرد، رسول الله هم سوالا را جواب گفت. این شخص رفت فلبثنا، انوزم صحابه چوب هستن و سوال نمیکنن. میبینید چقدر با ادب بودن. فقال یا عمر، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ای عمر رضی الله عنه میگه که از من رسول الله پرسان کرد یا عمر من اتدرون من السائل، آیا شما فهمیدین که این سوال کننده کی بود؟ قلنا، میگه ما گفتیم. سه که ادب دیگه صحابه را میگه ما گفتیم الله و رسوله اعلم، میگه ما گفتیم که الله و رسولش بهتر میدونن، ما نفهمیدیم. قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که هذا جبریل، میگه جبریل علیه السلام بود که در چهره انسان آمده بود. آتاکم، پیش شما آمد، یعلمکم امر دینکم، آمد که بر شما امر دینتان برتان تعلیم بده با سوالها، خاص که بر شما بفهمانه که ایمان چی هست، اسلام چی هست، احسان چی هست و علامات قیامت چی هست. پس ایناله دیدین دلیل اسلام و دلیل ایمان و دلیل احسان، این در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم این دلایلش بود که در این حدیث طویل بر ما و شما ایره بیان کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.